زیرا وی که به تنگ می آورد خستگی ندارد. در زمان اول تأثیرش سبک بود، فقط زمین زبولون و زمین نفتالی را ضبط نمود، ولی در زمان آخر تأثیرش بر راه دریا آن طرف اردن جلیل خلقها وزنین شده است. قومی که در تاریکی می گشتند نور عظیم دیدند، بر آنهایی که در کشوری سایه مرگ می نشستند نور درخشید. تو خلق را افزون گرداندی، شادمانی آنها را زیاد کردی، و حضور تو شادی کردند، مثل شادمانی مفسیم درب، مثل کسانی که در وقت تقسیم کردن غنیمت به وجد می آیند. زیرا که تو یوغ وزنین آنها را و غولچوبی را که بر دوش آنها بود، یعنی کلتک ستمگری آنها را شکستی، چنان که در روز مدیان واقع شده بود. زیرا که تمام پایافزال پرصدای سربازان و تمام لباس آغوشته خون سوخته طعمه آتش خواهد شد. زیرا که کودک برای ما تولد یافت، پسری به ما داده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و نام او عجیب، مشاور، خدای جبار، پدر جاوید، میر آسایشتگی خوانده خواهد شد. افزایش سلطنت و آسایشتگی او بر تخت داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد داشت، تا که آن را با انصاف و عدالت من بعد و تا ابدالآباد برقرار و مستحکم نماید. رشک خداوند لشکرها این را به عمل خواهد آورد.